این مدل دوربین‌های وایرلس آیمو مشخصاتش رو بخوام خدمتتون بگم، فقط کافیه شما آداپتورش رو به برق وصل کنید و تو محیطتون، حالا محل کارتون یا خونه‌تون وای فای داشته باشید که به کمک این آنتن‌های بیسیم به وای فای خونه‌تون وصل میشه و میتونید انتقال تصویر رو به گوشیتون داشته باشید. تصویرهای ضبط شده روی رم میکرویی که داخل خود دوربین نصب میشه ذخیره میشه. این دو تا پیچ زیری رو که باز بکنید یه دونه رم میکرو میتونید بذارید، بسته به نیازتون 32 گیگ تا 256 گیگ میتونید به این دوربین رم اضافه بکنید. این دوربین کیفیت 3 مگاپیکسل داره و 5 مگاپیکسل که دید درشبش رنگیه و میکروفون داخلی هم داره. یکی از قابلیت‌های این دوربین همونطور که می‌بینید روش نوشته هیومن دیتکشنه که اگه فعالش کنید توی تنظیمات دوربین، زمانی که از جلوی دوربین یک فرد رد بشه یا آدم رد بشه میتونه توی نرم افزار بهتون نوتیفیکیشن بده.